زنبور عسل ها بزرگترین گونه زنبور عسل در دنیا هستند به نام اپیس لابوریوسا با جثه 3 برابر یک زنبور کارگر معمولی و یکی از گل‌های اصلی که این زنبورها ازش تغذیه میکنن گل ملی نپال به نام رودودندرون هست. شهد بعضی از این گل‌ها میتونن سمی باشن و در نتیجه تغذیه از این گل و بردن این شهد به کندو و عسل، این عسل میتونه به ما حس سرخوشی بده که مصرف بیش از حدش مخصوصا برای بار اول ممکنه خیلی خطرناک باشه و کارتون به بیمارستان بکشه. خیلی عسل سنگینیه، خیلی مزهش با عسل معمولی متفاوته. طعم ترشتری داره، شیرینیش خیلی کمتره، مزه شهد گل و گیاه میده و به محض اینکه میخورین لبتون و زبونتون رو سر میکنه. واه، عسل عجیبیه، الکی نیست که بهش میگن مدهانی. خلاصه که این عسل خیلی قویه و به نظر من هر کی این عسل رو بخوره قطعاً بچهش رستم میشه. پس تا ماجراجویی بعدی بدرود.